همراهای همیشگی لنز، براتون یه خبر خوب دارم. این روزا که دیگه دل تو دل طرفدارای کرم و هانده نیست تا اونا بالاخره رابطه‌شون رو اعلام کنن، ما برای شما یه عالمه دلیل و مدرک جمع کردیم که بابا باور کنید این دوتا با همن، فقط رو نمی‌کنن. پس با عضویت توی کانال لنز این ویدیوی داغ و هیجانی رو از دست ندید. شماره 1. بذارید از همون اول شروع کنیم. از وقتی که مراد دالکلیچ از حسادت سر ست حاضر میشد، اما دید که دیگه حریف نمیشه، برای همیشه کنار کشید. بعد از جدا شدن مراد و هانده، این دوتا خیلی صمیمیتر شدن و نگاهشون به هم هر بار عمیق‌تر از قبل شد. فقط ببینید. حالا کرم و هانده هر بار تکذیب کنند، اما نگاه ها و ژستاشون رنگ و بوی یه عشق آتشینو داره، تا جایی که کرم توی یه مصاحبه گفته میخوام هانده کسی باشه که برای یه عمر توی زندگی میمونه. به نظرتون اگه این نشونه یه عشق نیست پس چیه؟ شماره 2. هانده و کرم بارها با هم خارج از محلهای فیلمبرداری دیده شدن، اما همیشه جوابشون به خبرنگارا این بود: ما فقط کارمونو میکنیم. اما توی لایوشون سوتی بود که پشت سوتی اونا رو تابلو میکرد. اونا زیر پستای همدیگه کامنتایی که جالبی میذارن که هیچ کسی به جز خودشون نمیدونه چه معنایی دارن. به نظرم وقتشه که چند تاشون رو با هم ببینیم. شماره 3. اما اسکار خفن‌ترین سوتی برمیگرده به سوتی خواهر هانده غمزه توی تولد دخترش آیلین. اون یه استوری گذاشت که کاش نمیذاشت، چون پای کرم و صدای کرم با اون لحن خاصش توی اون واضح بود. وقتی غمزه فهمید که اوه چه خرابکاری کرده، اون استوری رو پاک کرد و یکی این همونو بدون مدرک جرم گذاشت، اما دیگه کار از کار گذشته بود. شماره 4. این یکی دیگه مثل بمب صدا کرد. عکسی از پشت صحنه که هانده و کرم چه جوری محکم همدیگر رو در آغوش گرفتن. بعد از انتشار این عکس رسانه‌ها دست از سر این دوتا بر نداشتن که بابا اگه رابطه ندارین شما هم مثل انگین و پریل بودید تو عکس. بخش جالب ماجرا تلاششون برای لاپوشونی این داستانه. اونا بلافاصله عکسای دیگه رو منتشر کردن که کرم اردم رو به آغوش گرفته. یعنی یه جورایی این کرم ما بچه خفن و با همه همینطوری خوب و رابطه‌ای در کار نیست. مصاحبه جدید کرم رو با هم ببینیم. değil mi? Çünkü gerçekten de mi acaba? Evet, teşekkürler. شماره 5. هدیه کرم به هانده. دستبندی به معنی عشق که هانده دست از سرش بر نمیداره و همیشه باهاشه و توی قسمت 5 که رفته بودن آنتالیا براش خریده بود. حرف دیگه هم باقی میمونه؟ شماره 6. کرم یادش میره همش تو مصاحبه‌های سوتی نده. 24 ساعت کار میکنن. مدیونید اگه فکر دیگه ای کنیدا. شماره 7. تازگیام ثابت شده که این دوتا با هم به یه باشگاه میرن و با هم ورزش میکنن. گفته میشه توی مراسم سالگرد فوت مادر هانده، کرم حتی یه لحظه از هانده جدا نشد و اونو تنها نذاشته. شماره 8. آقا یواشتر سوتی بدید تو شاتاتون. متخصصای زبان بدن میگن که این ژستای گونه رو گونه و در گوشی حرف زدن و حالت چشما نشونه عشق عمیقه. اینو دیگه من نمیگم که. شماره 9. این یکی رو توضیح نمیدم، خودتون ببینید.
شماره 10. توی تولد هانده یه نفر پنهانی بود که همه عکس و فیلم ها رو گرفته بود، اما خودش توی هیچ عکس و فیلمی نبود. به نظرتون اگه این یه نفر کرم نبوده پس کی بوده؟ اصلا مگه میشه غذا و نوشیدنی مورد علاقه کرم روی میز باشه اما خودش نباشه؟ در ضمن کرمی که معمولا تولد هیچ کسی رو تبریک نمیگه، تولد هانده رو به قشنگترین و باحالترین شکل ممکن تبریک گفت و هاندم از ذوقش خیلی زود به استوری اون واکنش نشون داد و جوابشو داد. اونم چه جواب باحالی. شماره 11. کرم عاشق رنگ صورتیه و هانده به اون یک کلاه صورتی هدیه داده. اگه این هدیه برای کرم خاص نبود به نظرتون به خاطرش اینقدر ذوق زده میشد؟ شماره 12. اما همه اینا به کنار، دیگه عشق از این واضح‌تر که توی برنامه اوسس ترکیه کرم هانده رو یهویی دید و هوش از سرش پرید و کلاً خوانندگی رو فراموش کرد. دیگه بماند در گوش حرف زدن و ایما و اشاره ها و نگاه های عاشقانش رو به هم توی همون برنامه. موراد هم که حسابی با آجون رفیق بود، سر اینکه آجون کرم و هانده رو با هم دعوت کرده بود حسابی از آجون شاکی شد و آنفالوش کرد. شماره 13. حالا نوبتی هم که باشه دیگه فکر کنم نوبت مجله ها و خبرگزاری ها و خبرنگارا شده که وجود این رابطه رو تو بوق و کرنا کنن، چون هم یه خبرگزاری معتبر اعلام کرده که رابطه اونا یه ماهه که دیگه یه دوستی ساده نیست و به رابطه عاشقانه تبدیل شده و هم یه خبرنگار معروف رابطه اونا رو تایید کرده و گفته به خاطر فیلمشون نمیتونن رابطهشون رو علنی کنن چون به سریالشون ضربه میخوره. این حرکت آخر موراد هم که دیگه مهر تأییدی بود برای این حرفا، چون اون انگاری دیگه کلن از هانده قطع امید کرد و آنفالوش کرد. حالا یا به خاطر جریمه شدنه یا به خاطر سریال و ریتینگش یا هر چیز دیگه ای، هزار تا دلیل وجود داره که اونا با همن، اما چرا رو نمی کنن الله اعلم. به شخصه من که خودم میگم هانده و کرم با همن. شما چطور؟ نظر خودتون رو برای ما کامنت کنید و با لایک و دنبال کردن کانال لنز ما رو به ساخت ویدیوهای جدیدتر و جذابتر تشویق کنید.